سلام به دوستان خیلی خوبم. میخوام امروز براتون توضیح بدم که چجوری میتونید یه پمپ باد سایلنت داشته باشید و خودتون درست کنید. این پمپ بادها قیمت خیلی بالایی دارن و اکثرا توی دندون پزشکی ها استفاده میشن و جاهایی که شما نیاز به پمپ باد دارید ولی صدای پمپ باد واقعا اذیت میکنه همه رو. شما میتونید با تهیه کردن یه دونه کپسول گاز ماشین، گاز کولر ماشین، یا اگه بزرگتر بخواین کپسول گاز مایع، این کار رو انجام بدید. من به جای شیر اون یه دونه سوکت بستم که از اینجا شلنگ وصل میشه بهش و روی این سیلند 3 تا ناحیه برای وصل شدن درجه و ورودی خود هوا و یک عدد هم سوپاب اطمینان براش تعبیه کردم. همینطور که میبینید این موتور هم یک کمپرسور یخچال هست. البته شما با ایجاد سوراخ و تهیه جای پیچ‌های اینا میتونید با مراجعه به یکی از این صافکاری‌ها که جوش اسیتیلن میزنه بدید اینا رو براتون جوش بزنه به صورت آب بندی و استفاده کنید. 2 عدد تسمه به این ناحیه زدم که موتور روی اون سوار شده و 2 تا نبشی ال شکل هم به این پایین زدم که شما میتونید چرخهای کالسکه، چرخهای روروک، همه چی میشه روی اینا سوار کردم و یه دونه ال شکل هم این جلو زدم برای اینکه به صورت صاف واسه. شما میتونید الان این به صورت، البته قطع کن اتوماتیک نداره، ولی شما میتونید در این قسمت که درجه وصل شده یه دونه قطع کن اتوماتیک هم بگیرید، نصب کنید و بعد پس از ورود به این قطع کن وارد کمپرسور بشه و شما بتونید ازش استفاده کنید. حالا من میخوام کمپرسور رو برق بزنم تا شما ببینید که این چجوری کار میکنه. همینطور که میبینید اصلا صدای زیادی نداره و بسیار بسیار کارآمد هست برای کسایی که توی خونه ها کام و سبک راحت میتونید برش دارید، هر جا میخواید با خودتون ببریدش. برای MDF کارا، برای میخکوب و منگنه ازش استفاده کنید. کل این مجموعه تقریبا با 4 تومن یا 5 تومن شما میتونید اینو درست کنید برای خودتون. یه کاری که شاید 10-15 تومن 20 تومن آماده‌شو باید بخرید. خیلی کار خوبیه و شلنگ فنری رو وصل میکنید بهش و کلا هر مقداری که فشار باد نیاز داشته باشید میتونید از این استفاده کنید. ممنون از نگاه زیباتون.